ترفندگ فنی که مطمئنم آقایون عاشقش میشن. این ویدیو رو بفرست برای آقایون پیجت و برای بیشتر دیده شدن اون رو استوری کن تا دوستای پیجت هم ببینن و بتونن از این آموزش استفاده کنن. داخل این ویدیو چند روش بستن سیم رو بهتون آموزش دادم. پس این ویدیو رو با دقت نگاه کن و اون رو ذخیره کن تا موقعی که بهش احتیاج داری بتونی ازش استفاده کنی. شاید برای شما هم سیم کشی و بستن اون یک چالش بزرگه، اما اگه روش‌های اصولیش رو بلد باشی به راحتی میتونی سیم کشی رو انجام بدید. راحت ترین روش بستن سیم با پیچ اینه که روکش اون رو تا نصف برش بدید و اون رو تاب بدید و در نهایت با پیچ ببندید. برای بستن دو سیم داخل هم کافیه رشته ها رو از هم باز کنید و رشته ها رو داخل هم فرو کنید و در نهایت با تاب دادن دو سیم رو به هم محکم کنید و در نهایت مطابق تصویر شاخه ها رو با هم ببندید و با چسب برق به هم محکم کنید. برای دیدن ترفندگ بیشتر کانالمو سابسکرایب کن و کلمه ترفند رو برام بنویس و این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست.